کردی که حالا یارو اومد با ویلچر معلول، یعنی عبودانی معلوله، کفاشه کار میکنه. بعد یارو برادرش هم میاد مثلا یه کاری داره اومد میگه سلام برادر. خوب بازی، نقشش خیلی عالیه. یعنی همین که رفت تهران بهتر از خودش بازیگر از بچه باهاشون بود، استعداد هم زیاد داره. استعداد داره، ولی دیگه اون نویسنده میدونی میشه. ما یه داستان براش تعریف کردم، گفتم اینو برو فیلمش کن، دیوونه شد. و اصلا خودت کارگردانی اینقدر توضیح قشنگ دادی دیگه نیازی نیست برام اصلاحش بکنم، میدونی؟ یعنی بخشش کردم براش، از کجا با کجا، بعد کجا هست، کجا اومد، چه اتفاق افتاد، الان نتیجهش چیه، تا روز آخر که تموم میشه. مثل فیلم چیه؟ نجلا. نجلا تقریبا مثل فیلم نجلا، میدونی؟ خب می جنگه آخر، تو جنگ هم میگیره، یعنی حتی بشه تو جنگ هم شده گرده جا. این موضوع که بهش تعریف کردم موضوع زندگی خودم موضوع زندگی خودم بهش توضیح دادم. پسر خانمه بهش گفتم فیلمش کن. میگیره. میگرفتن چی؟ الان سوژه اصلا اینجوری که باید یارو طرف گریهش بگیره و بخنده، خب هم شاد بشه، هم گریه بکنه، هم باید اینا باشه، نه فقط حتی کمدی هم به درد میخوره. خب یا بعضی فیلم ها هستن نگاش میکنی یک نواخته، یعنی نوسان نداره توی یعنی توی در مورد استرس هیچ نوسانی نداره، همش استرس خب نمیشه، مثل باید یه شادی هم توش باشه. خب یه بقول گفتنی مردم ببینن چه اتفاقی الان میخواد بیفته، ولی مشخصی بعد همه استرس هم مشخصه چه اتفاقی میفته. باور کن بازیگرای ما خودشون که فیلم درست میکنن نمیرن نگاه کن اینقدر بده، آفرین اینقدر بد درست میکنن. آقا اینجا اومدن یه فیلم درست کردم، بازیگران آورده بودن، آبادانی که اصلا یکی گدا نیست. بعد ما تو آبادان اصلا یه آبادانی کفاش هم نداریم، این کفاشه یا لورن خب نداریم اصلا چه چیزی. خب اومدن اینجا یارو آبادانی کفاشه کارگردان زیاد گفتمش که موضوع اینه چه، گفت هنوز ما اسم فیلم رو انتخاب نکردیم، آخرای فیلم سه تا گزینه انتخاب کردی که از اون گفتمش خب میدونم الان موضوع فیلمتون در مورد چیه؟ یه آبادانیه که نشسته کفاشو میکنه. گفتم تو معذرت میخوام، هر جای دنیا هم بریم یه عرب کفاش نداریم. حالا بگو حراست داریم بریم کفاش نداریم. خب بعد این سررشتش از لورا میاد، از اینا یه کوچنشین بودن فلان بودن، کارشون بافتنیه. خب مال ما نیست، تو کارگردان خوبی نیستی. چرا؟ چون نرفتی تحقیق کنی، تحقیق نکردی که حالا یارو اومد با ویلچر معلول، یعنی عبودانی معلوله، کفاشه کار میکنه. بعد یارو برادرش هم میاد مثلا یه کاری داره اومد میگه سلام برادر خوبی؟ کاکا این درست شد؟ هلا ما دارم میرم. گفتم این تو فیلم سکانس گرفتی فقط سه تا چهار تا کلمه، به نظر تو لذت داره؟ این اصلا معنی نمیده. کاکا ما دارم میرم، آمادش کردی؟ دیگه دیگه ما میخوام بریم. لهجه مثلا آبادانی معلبی قاطی. آدم گوزم بچه ها آبادان اینجوری صحبت نمیکنن، هیچ وقت لهجه ندارن، زبونی لهجه خود آبادانیه دارن ولی لهجه عربی توش نیست. این فیلم باید تو آواز پر کن. عربایی که دوست ندارن فارسی حرف بزنن، مثل ترکایی که دوست ندارن فارسی حرف بزنن. ترکا دیگه واقعا اینجا آبادانه، کلاسش لورش از تهران هم بالاتره. اینجا هم از لحاظ حرف زدن، هم از لحاظ فرهنگی، هم از لحاظ نشست و برخاست. تو میخوای رفیق بشی یه دقیقه برو سلام کن، خوبی؟ امروز خیلی گرمه، یهو صحبت باز میشه، نگاه میکنی، دعوتت میکنی میره خونه. بعد حالا تو برو تهران، خب بگو سلام، واسه روز گاه واسه تکون میده.
خیلی بروشتر. چرا میاد تو آبادان وقتی که فیلم میسازین لهجه دود میزنین تو صحبت آبادانی ها. آقا آبادانی حرف بزن. ما آبادانی بچه ها صحبت میکنن قشنگ هر جا بری لهجهش مشخصه. هر جا بری اینجوری عربی خودت کجا؟ چیه این خجالت بکشیم؟ یه ادا در میاره. یه ادا. این مسخره؟ این مسخره بازی. مسخره بازی. یه توهینم. حالا میخوام ما این سکانس خودم برات بازی بکنم. خب نه حقیقتش این کارگردانش نوشته ما هم باید تغییراتش رو انجام میدیم. 3-4 جا فیلم میگیریم بعد اینا رو با هم متصل میکنیم.